پس کمپوزر قسمت 4. تو 3 تا ویدیو قبلی نحوه ساختن پس کمپوزر رو بهتون یاد دادم با اگزیلیر اواق و اگزیلیر اتر که فرمولش اینجوری بود: فعل اتر یا اواق رو صرف می‌کردیم، اضافه پارتیسیپاسیون می‌کردیم. توی گروه‌های اول که OR داشتن دیدیم که خب OR رو خط می‌زدیم، بهش او با اکسان می‌دادیم، اکسان اگو میشد پارتیسیپاسیون برای گروه اول. برای گروه‌های دوم گفتیم ER، اونایی که دارن آخرشون ER خط میزنیم و آخرش باید ای بمونه، مثل فینیخ که میشه فینی. و برای گروه های سوم که بیقاعده هستن رو باید حفظ میکردیم. حالا توی این ویدیو من میخوام پارتیسیپاسه های گروه های سوم رو بهتون بگم که حفظ کنین و بتونین ازشون استفاده کنین. اولین فعل ات هستش که معنی بودن میشه اته، بعد فقه میشه انجام دادن، میشه ف، پراندر میشه میل کردن گرفتن، میشه پخی، پختیر میشه عزیمت کردن، میشه پختی، سختیر میشه خارج شدن، میشه سختی، دیر میشه گفتن، میشه دی، اکریر نوشتن، اکری، متر میشه می به معنی قرار دادن، موغیر به معنی مردن میشه مور، نتر به معنی به دنیا آمدن میشه نه، و فعلای دیگه مثل avoir میشه او، voir میشه vu که avoir داشتن، voir دیدن، lire به معنی خواندن میشه lu، voir گفتن میشه دیدن میشه vu، boire به معنی نوشیدن میشه bu، venir آمدن میشه venu، devoir به معنی بایستن میشه dû. بعد خدمتتون عرض کنم falloir به معنی باز بایستن میشه fallu، vouloir به معنی خواستن میشه voulu، pouvoir میشه pu، savoir به معنی دانستن میشه su، بعد descendre به معنی پایین رفتن میشه descendu، vivre به معنی زندگی کردن میشه vécu، و connaître هم میشه به معنی شناختن، به معنی میشه connu. حالا ممکنه فعلای دیگه ای هم باشه که ما توی این ویدیو از قلم انداختیم یا از قلم افتادش. اگه فعل دیگه ای رو باز خواستیم بدونین پارتیسیپاسش رو تو کامنت برای ما بذارین و من پارتیسیپاسش رو براتون می‌نویسم. خیلی ممنون و متشکرم.